وقت همگی به خیر. سپاسگزارم از فرصت و امکانی که به من دادید برای معرفی کتاب بخوان به نام ایران نوشته پرستو فروهر. من برای نظم دادن به صحبتم در زمانی که به من داده شده مطلب رو در 3 گستره ساختار، مضمون و مفهوم کتاب به طور جداگانه بررسی میکنم. پیش از پرداختن به این 3 لایه کتاب صحبت کوتاهی خواهم داشت درباره اینکه اصلاً چرا این کتاب یک کتاب مهمه، این کتاب و کتاب‌های از این دست. خانم پرستو فروهر در مصاحبه‌های گوناگونی که درباره این کتاب داشتن یا مطالبی که در جاهای مختلف در این باره نوشتن بسیار به این مقوله پرداختن. من از میان صحبت‌های ایشون 3 تکه رو که به کلیت مضمونی که من میخوام امروز درباره‌اش صحبت کنم بسیار پیوند داره انتخاب کردم. 3 تکه کوتاه هست که صحبتم رو با اون 3 سخن از نویسنده کتاب آغاز میکنم. پرستو فروهر نوشته: الزام این روایت را از همان ابتدا دریافتم. از روزی که در دهلیز سرد پزشک قانونی آن زخم‌های عمیق را بر سینه‌های عزیزشان دیدم و به سکوت مرگ بر لب‌های کبودشان خیره ماندم. از روزی که پا به خانه تاراج شدهشان گذاشتم و در امتداد قدمهایم درد این خانه در جانم رسوخ کرد. جای دیگه نوشتن: در طول آن سالهای پیگیری پرونده قتل، هر بار که با سکوت و دروغ و تحریف مأموران حکومتی در برابر سرنوشت عزیزانم روبرو شدم، دریافتم که بار سنگین این روایت بر شانه‌های من است تا دیگران مهلت شناخت و قضاوت بیابند، تا حافظه جمعی محدود به قرائت رسمی ریاکاران و زورگویان نماند. و در نهایت در این خانه از آنان 2 لکه خون باقی است که در گذر زمان رنگ می‌بازد، به همراه انباشتی از خاطرات که اگر بازگو نشوند در دستبرد دائمی گذر زمان و تحمیل دائمی استبداد محو خواهند شد. این کتاب تلاشی است برای بازپسگیری حق حضور که از عزیزانم سلب شد. ولادیمیر نابوکوف، نویسنده بسیار ناماشنای روس، کتابی داره که احتمالاً بیشتر ما حداقل داستان کتاب رو میدونیم، کتابی به نام لولیتا. این کتاب داستان زندگی دختری است که به شیوه‌های گوناگون و در دوران‌های گوناگون زندگی خودش مورد آزار و سوء استفاده‌های از هر شکل و گونه پدرخوانده خودش قرار می‌گیره. نابوکوف با زیرکی و هوشیاری بسیار داستان کتاب رو برای ما از زبان اون پدرخوانده نقل میکنه. یعنی راوی داستان کسی است که تمام این جفاها رو بر لولیتا روا داشته. حتی نام او رو ما از زبان او میشنویم. او در ابتدای کتاب میگه او نام دیگری داشت ولی من از ابتدا او رو به نام لولیتا میخواندم. در نتیجه ما هیچ چیز درباره واقعیت زندگی لولیتا نمیدونیم تا برسیم به 2-3 صفحه آخر کتاب که تازه دچار این تردید میشیم که ممکنه داستان دقیقاً اونطور که راوی داره نقل میکنه نباشه. و دیگر اینکه اون راوی یعنی پدرخوانده لولیتا یک نویسنده است، استاد دانشگاه، نویسنده تاکید میکنه یا خود راوی تاکید میکنه که بسیار خوب ادبیات میدونه. در نتیجه تمام امکانات و شرایط برای اینکه داستان لولیتا به گونه‌ای نقل بشه که به مخاطب یا به خواننده اون کتاب طوری منتقل بشه که او هر آنچه را که راوی میگه بپذیره فراهمه. درباره آنچه که در حال حاضر بر شهروندان جامعه ایرانی میگذره دقیقاً یک چنین گستره‌ای به طور خیلی سمبولیک جریان داره، بدین معنی که روایت مثلا داریوش و پروانه فروهر به شکل‌های مختلف یا روایت قتل اونها به شکل‌های مختلف در داخل کشور هم از زبان آنها که خودشون آمران و مجریان این قتل بودند حتما تا به حال روایت شده. ولی اگر پرستو فروهر یا کسانی مانند او روایت دیگری برای ما باقی نگذارن، همونطور که خانم فروهر اشاره کردن، از حافظه جمعی واقعیت بسیار ساده پاک میشه
و آنچه که در آینده باقی میمونه تنها روایتی است که به عنوان نمونه در کیهان آقای شریعت مداری وجود داره. پس از اینها به ساختار کتاب میپردازیم. از اونجایی که نویسنده کتاب خانم پرستو فروهر یک هنرمند بسیار شناخته شده در گستره هنرهای تجسمی هستند، به نظر من بسیار به ساختار کتاب توجه داشتند و به مسائلی که به چشم ما میاد بیشتر پیش از اینکه حتی کتاب رو خیلی دقیق بخونیم. از جلد کتاب که شروع می‌کنیم، اگر جلد کتاب رو باز کنیم، پشت و روی جلد تصویر آینه‌ای دو بال پروانه در برابر همدیگره که همدیگر رو کامل می‌کنن. البته صحنه‌هایی است از خشونت و قتل. تصویر این پروانه در بیشتر نقاشی‌های خانم پرستو فروهر حضور داره، ولی به هر حال مکمل همدیگه است. کتاب رو که باز می‌کنیم، نخستین خط نخستین صفحه کتاب اگر از گفتاورد ابتداش که بعد به اون برمیگردم بگذریم، با روایت یک مرگ شروع میشه و درست در خط بعد به زندگی ختم میشه و این اتفاق دقیقاً در آخرین صفحه کتاب هم میفته. نخستین خط کتاب در اولین صفحه اینه: 4 ساله بودم که خبر آمد دکتر مصدق درگذشت. سالهای اول زندگی پدر و مادر و من که 1 سال پس از ازدواج آنها به دنیا آمدم در خانه مادر بزرگ پدریم در تهران پارس ساکن بودیم. خانه قدیمی با حیاط و باغچه‌ای بزرگ و پوشیده از چمن با بوته گل‌هایی که در حاشیه باغچه با فاصله‌های منظم کاشته شده بودند و یک بید مجنون تنومند در کنار باغچه. کتاب با روایت درگذشت دکتر مصدق آغاز میشه، به ازدواج داریوش و پروانه فروهر، به دنیا آمدن نویسنده و بعد تصویر فضای باغچه که به طور سمبولیک اصلا نمادی از زندگی و بالیدنه. آخرین صفحه کتاب، صفحه 395، آخرین پاراگراف: 12 روز پیش از قتل پدر و مادرم در مراسم بزرگداشت دکتر فاطمی در سال روز اعدامش، در روز 19 آبان 1377 مادرم در سالن پذیرایی تعاونی توکل سخنرانی کرد. دست‌نوشته‌های پراکنده‌اش برای این سخنرانی را لابلای انبوه کاغذهایی که مأموران تفتیش خانمان پس از قتل او و پدرم روی زمین اتاق‌ها ریخته بودند یافتم. بر زمینه کاغذ کاهی خط لغزان و زیبای مادرم مانند بازی نور روی آب همچنان سیال و زنده می نماید. واژه‌هایش شعرگونه به یکدیگر پیوستند و مفهومی ساختند مانند یک آغوش باز به روی ایثار خویش. انگار او در تصویر مرگ دکتر فاطمی مرگ خویش و همسرش را بازگو می کند. و بلافاصله پس از این، یعنی بعد از اشاره به یا یادآوری مرگ داریوش و پروانه فروهر در بستری از یاد مرگ دکتر فاطمی، نویسنده این تکه از صحبت مادرش رو که باز به زندگی برمیگرده میاره و کتاب رو میبنده. آنگاه که انسانی به بهای زندگی خیش حقیقت زمان را واقعیت بخشد، دیگر مرگ سرچشمه عدم نیست. جویباری است که در دیگران جریان می‌یابد. انسانی از این دست بستر سیلاب مرگ و زندگی است و دیگر بازی چرخ را آسان بر او دست نیست. مرگ او را جهان بر نمی‌تابد و رهایی کشنده او از نفرت و بدنامی محال است. آنکه چون این انسانی را بکشد، دیو مرگ را چون جرثومه‌ای گسلنده و پاشنده در خود پناه داده است. غروب این خورشید تکوین آفتاب دیگری است که تباه کننده تاریکی خواهد شد. و کتاب با تنها تصویری که در کتاب هست، داریوش و پروانه فروهر که ایستادن در برابر دیواری که بر اون دیوار عکس دکتر مصدق هست بسته میشه و من باز میگردم الان به گفتاوردی که در ابتدای کتاب از زبان پدرش نویسنده آورده. پدرم میگفت مصدق یک خاطره بیمرز است برای ملتی که همیشه بخش بزرگی از نیروی درهم کوبنده و سازنده خیش را از خاطره‌های عاطفی و تاریخی کسب می‌کند. به این ترتیب به نظر من نویسنده با کاری که
شاید بیشتر در بستر هنر تجسمی انجام داده، کتاب رو به یک دوری رسونده که وقتی تمام میشه دوباره به آغاز کتاب برمیگردیم، بدین معنی که هیچ پایانی وجود نداره. عنوان کتاب بخوان به نام ایران برای بیشتر کسانی که اهل مطالعه به خصوص ادبیات فارسی هستن یادآور شعری است از دکتر شفیع کدکنی به نام بخوان به نام گل سرخ که باز به نظر من خیلی بیشتر از تشابه فقط در یک جمله به عنوان عنوان هست. من 2 تکه از شعر دکتر کدکنی رو هم انتخاب کردم، از همون شعر رو، که باز به کلیت مضمونی که من داره صحبتم دورش میچرخه برمیگرده. دکتر شفیع کدکنی در شعر بخوان به نام گل سرخ نوشته: ز خشکسال چه ترسی که 100 بسی بستند، نه در برابر آب که در برابر نور، و در برابر آواز و در برابر شور. تو خاموشی که بخواند، تو میروی که بماند، که بر نهالک بیبرگ ما ترانه بخواند. 1000 آینه جاری است، 1000 آینه اینک به همسرایی قلب تو میتپد با شوق. زمین تهیست ز رندان، همین تویی تنها، که عاشقانه ترین نغمه را دوباره بخوانی. بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان، حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. بعد از این نگاه به ساختار کتاب، به نثر کتاب میپردازیم. کتاب همونطور که روی جلد هم آوردن، روایت پرستو فروهر از داریوش و پروانه فروهر، یعنی کتاب به شکل روایی نوشته شده. نثر روان و ساده که انتخاب شده و گفتاری که نویسنده انتخاب کرده برای کتاب به نظر من بسیار بسیار برازنده حرفی است که کتاب میخواد به من خواننده منتقل کنه، ضمن اینکه این نثر به نویسنده این امکان رو داده که مسائل فردی این 2 شخصیت رو، یعنی زندگی کاملا شخصی و فردی اونها رو با مسائل اجتماعی بتونه در هم بیامیزه. یعنی اندرکنشی رو که بین زندگی یک شهروند و جامعهش وجود داره، به ویژه شهروندی که اینقدر درگیر مسائل اجتماعی سیاسی هست، اثری رو که اون انسان از جامعه میگیره و اثری رو که اون انسان بر جامعه میگذاره خیلی روان در این نثر منتقل کرده. من چند نمونه انتخاب کردم. صفحه 10 کتاب در آخرین پاراگراف نویسنده به عنوان یک دختر بچه داره مادرش رو توصیف میکنه. خط اول کاملا شخصی است. مادرم که باز میگشت انگار نور خانه عوض میشد و فضا از حضور بیواسطه‌اش لبریز میگشت. خیلی جمله میتونه در هر داستانی بیاد. بلافاصله نویسنده وارد بعد اجتماعی زندگی پروانه فروهر میشه. اما حتی در سرشاری این حضور هم انگار میدانستم که مادرم مال من نبود، مال پدرم نبود، مادرم مال هیچ کس نبود. او مال رؤیاها و آرزوهایش بود، مال آن ابر شاعرانه که دور و برش میپلکید، مال قول و قراری که روزگاری با زندگیش گذاشته بود، همان قول و قراری که بر سرش ایستاد. هر از گاهی مرا به گردش و 3 چرخ سواری در پیاده‌روهای پهن تهران پارس می برد تا به جاده‌ای می رسیدیم که پر از درختان ارغوان بود و او به آن درختان ارغوانی رنگ همان نگاه را می کرد که به بید مجنون خانمان و به پدرم. در طول این راه هر جا قاصدکی می دیدیم دنبالش می دوید تا بگیردش. درون حفره دستش قاصدک را می بوسید، حرفهای قشنگ می زد، بعد خم می شد تا من هم قاصدک را ببوسم، سپس آن را می سپرد به دست باد تا پیامها و بوسه های ما را به بابا برساند که باز هم زندانی بود. پدرم در شجاعت رسالتی داشت. برای خودش شجاع بود تا شبیه آن تصویری باشد که از خویش می ساخت و پایبند به آن بود. برای دیگران شجاع بود تا آنان بتوانند پشت شجاعتش بایستند و به یمن حضور او شجاع باشند. برای زورگوها شجاع بود تا بدانند که برای زورگویی خود بهای سنگینی خواهند پرداخت. و بعد در صفحه 263 کتاب در آخرین پاراگراف درباره زمانی که
داریوش فروهر بعد از انقلاب اسلامی زندان میفته و از زندان آزاد میشه، مینویسه: پدرم پر از جراحت بود، جراحت‌های عمیقی که میان او و زندگی فاصله انداخته بودند. اما او نمیتوانست از این جراحت‌ها بگوید، نمیتوانست آنها را بنماید و نمیتوانست دردشان را جلوی دیدگان دیگران بکشد. پدرم 54 سال داشت و در تمام طول زندگیش تصویری از خود ساخته بود که حالا فرار شده بود. تصویری از یک قهرمان که باورش به آرمان رو این تنش کرده است. او به عمق گرداب جنایت انسانی آن دوران فرو رفته بود و توان باور به این تصویر را از دست داده بود. هیولای آن زندان در حضور او جوانان سرزمین محبوبش را دریده و بلعیده بود و صدای دردها و تیرهای خلاص در ذهن او حک شده بودند. در نهایت کتاب به جز دلیل وجودی ثبت یک بازه زمانی از تاریخ در حافظه جمعی ما، به نظر من یک پیام بسیار انسانی دیگر هم داره. نویسنده به دلیل فاصله‌ای که تونسته بگیره، فاصله عاطفی و اندیشگی که تونسته بگیره از فاجعه‌ای که بر او آوار شده، قادره که این فاجعه رو، روایت این قتل رو یا روایت این زندگی سراسر زندان و آسیب و پر از مرگ اطرافیان و دوستان و همفکران و همرزمان رو، به جای اینکه در بستری از نفرت و کینه و انتقام پیش ببره، کاملا به شکل یک دادخواهی و عدالتخواهی بیان کنه. خودش تکه آورده در صفحه 370 از پروانه فروهر، فکر میکنم آخرین سخنرانی که پروانه فروهر داشته، که گفته حقیقت این است که نیاز و نفرت به نبود تفکر خلاق می انجامد و این همه رؤیای مرگ می آفریند و ما دیر زمانی است جز رؤیای مرگ نساخته ایم. در شرایط نبود آزادی‌های فردی و اجتماعی و به بند کشیدن آدمی، چندان که مجال برای تفکر خلاق باقی نماند، انسان رؤیای مرگ می‌سازد و ناخودآگاه سر بر دامان مرگ می‌گذارد و از زندگی دور می‌شود. بهراسیم از آن زمان که رؤیای مرگ در ذهن فرزندانمان به الگویی کهن تبدیل گردد. برای ساختن باید زنده ماند و زندگی را ارج نهاد. و این کاری است که به نظر من این کتاب داره میکنه، زندگی رو ارج میگذاره. یک متن دیگه از کتاب که من انتخاب کردم به عنوان آخرین متنی از کتاب که میخونم، فکر میکنم آخرین بیانیه یا یکی از آخرین بیانیه هایی است که حزب ملت ایران می نویسه در اون دوران که داریوش فروهر زنده بود. در واقع داریوش فروهر می نویسه و او هم به همین نتیجه می رسه که از مرگ و از کینه و از مرگ خواهی باید دور بمونه. هم میهنان، چون شناسایی و ارجگذاری به حیثیت ذاتی انسان پایندان زیست آزاد ملت‌ها و شکوفای فرهنگ آنهاست، چون زندگی نخستین و والاترین داده ایزدی به هر انسان است و هیچ فرد یا جمع یا نهادی به هیچ بهانه‌ای حق سلب آن را ندارد، چون در روند زندگی اجتماعی بشر پیشرفت‌های چشمگیری پدید آمده است و بسیاری از نگرش‌های کهنه در شناخت بزه دیگر سرشتی شناخته نمی‌شود و هر کیفری باید در بردارنده فرصتی برای بازسازی و پرورش بهینه هر به کژراه افتاده‌ای باشد. چون کیفر اعدام از دید اجتماعی بیدادگرانه و ضد انسانی، از دید اخلاقی خشن و ناپسند و از دید قضایی تردیدآمیز و اثر آن برگشت ناپذیر است، چون روشن شدن کیفر اعدام نه تنها سبب تنبیه دیگری و بازدارنده تبهکاری نیست که اهرم اختناق و تسویه حساب‌های سیاسی و سرکوب دگراندیشان در بسیاری از سامان‌های یک کتازانه فراگیر میباشد و از آنجا که جمهوری اسلامی در سالیان دراز فرمانروایی واپسگرایانه خود
یکی از سیاه‌ترین کارنامه‌های دولتی را در کاربرد کیفر اعدام، چه در مورد اتهام‌های عقیدتی و چه به لحاظ بزه‌های عمومی دارد و اکنون در جمهوری اسلامی کیفر اعدام به گونه ابزار وحشت‌آفرینی در راستای نگهداشت جو خفقان و پایمال کردن آزادی‌های شناخته شده برای انسان درآمده است، حزب ملت ایران پس از رایزنی‌های بایسته در 49مین سالگرد صادرگردیدن اعلامیه جهانی حقوق بشر پیشنهاد لغو کیفر اعدام را پذیرا شده و کوشش همه جانبه در این زمینه را در برنامه خود قرار می‌دهد. حزب ملت ایران خواهان حذف کیفر اعدام از همه قانون‌های جزایی کشور میباشد تا هیچ فرمانروایی نتواند با دستاویز آن برخلاف خواست مردم پایه‌های قدرت خود را استوار دارد. در آینده باید نهاد نیک آدمیان را که در انبوه نابهنجاری‌های اجتماعی به زشت کاری کشانده شده است با نوپروری، بازآموزی و حتی کارآوری تن و روان صیقل داد. باید هر ایرانی را چنان پرورد که با هر باور دینی و سیاسی از فرهنگ پربار میهن خود درس مهر و دوستی گیرد و نهال کین و دشمنی را از بیخ برکند. چنین باد. این کتاب به نظر من خواست و آرزوی داریوش فروهر رو هم برآورده کرده، دست کم در ذهنیت نویسنده کتاب یا در ذهنیت لایه‌هایی از جامعه ایرانی که نویسنده یکی از اونهاست و نسل بعدی داریوش فروهر هستند. من صحبتم رو با یک نوشته بسیار کوتاهی از پیتر بیکسل، داستان نویس سوئیسی میبندم. پیتر بیکسل نوشته: مردی تعریف میکرد که چگونه میخواستند سر به نیستش کنند، چگونه بسته بودندش و لوله اسلحه را روی شقیقه‌اش فشار داده و فریاد کشیده بودند. او زنده است و تعریف میکند و ما زنده ایم و گوش میدهیم. سپاسگزارم.